سلام به همه شما. امروز قراره با هم سفری داشته باشیم به دنیای یکی از شگفت‌انگیزترین کتاب‌های تاریخ، یعنی 1001 شب. میخوایم با هم اولین داستانش رو ورق بزنیم. داستانی پر از جادو، خیانت و البته قدرت قصه ها. خب، تا حالا فکر کردین که آیا یه داستان میتونه جونتون رو نجات بده؟ تصور کنین شما یه بازرگان هستین، تنها وسط یه بیابون بحرهوت. یه دیو غول پیکر جلوتون سبز میشه. میگه شما پسرش رو کشتین. چطوری؟ با پرت کردن یه هسته خرما. و حالا حکم شما مرگه. واقعا وضعیتیه ها، نه؟ درست وقتی که تاجر بیچاره دیگه امیدی نداره، سر و کله 3 پیرمرد پیدا میشه. این 3 نفر یه پیشنهاد خیلی عجیب به دیون میدن. میگن ما هر کدوم یه داستان برات تعریف میکنیم. اگه داستان ما انقدر شگفت‌انگیز بود که خوشت اومد، در ازاش 1/3 از خون این بازرگان رو ببخش. پس معامله اینه، 3 داستان در برابر زندگی یه آدم. هر داستان مساوی با 1/3 زندگی بازرگان. اینجا دیگه قصه گفتن فقط سرگرمی نیست، یه جورای ابزار زنده موندنه. همه چیز بستگی به این داره که این قصه ها چقدر بتونن دیو رو میخوب کنن. خب، اولین قصه گو قدم پیش میذاره. یه پیرمرد با یه غزال که با زنجیر دستشه. ظاهر عجیبی دارن، نه؟ اون آماده است تا با داستان زندگی خودش برای جان بازرگان مبارزه کنه. باید ببینیم راز این غزال چیه. داستان این پیرمرد برمیگرده به خیلی وقت پیش. فکر کنید 30 ساله که با دخترعموش ازدواج کرده ولی بچه دار نمیشن. بالاخره از یه کنیز صاحب یه پسر میشه. خب این اتفاق خیلی خوشحالش میکنه. اما همون موقع جرقه‌های حسادت رو توی دل زن اصلیش روشن میکنه. پیرمرد که برای یه سفر طولانی 1 ساله از خونه دور میشه، این حسادت کار دستش میده و تبدیل به یه خیانت جادویی و وحشتناک میشه. پیرمرد بعد از 1 سال برمیگرده خونه و زنش چی بهش میگه؟ میگه کنیزت مرده و پسرت هم فرار کرده. یه دروغ بزرگ، در حالی که حقیقت خیلی ترسناکتره. زنش که جادوگر بوده، پسرش رو تبدیل به یه گوساله و مادر پسر یعنی همون کنیز رو تبدیل به یه گاو کرده بود. و بیرحمی داستان اینجا به اوج خودش میرسه. روز عید قربان، زنش با سنگدلی تمام اصرار میکنه که بیا همین گوساله رو قربانی کنیم، از این بهتر پیدا نمیشه. فکرش رو بکنید، اون میخواد پیرمرد با دستای خودش ندونسته پسرش رو سر ببره. واقعا وحشتناکه. پیرمرد دیگه چاقو رو بالا برده که کار رو تموم کنه که یه اتفاق عجیب میفته. گوساله که همون پسرشه یهو خودش رو از بند رها میکنه، میدوه سمت پدرش و به پاش میفته و شروع میکنه به گریه کردن. انگار داره التماس میکنه. همین حرکت قلب پدر رو میلرزونه و دستش رو از کشتن باز داره. اینجاست که یه شخصیت جدید و خیلی مهم وارد ماجرا میشه، دختر چوپان گله. این دختر هم دستی در جادو داره، اون میاد و پرده از این فریب بزرگ برمیداره. دروغ زن پیرمرد رو افشا میکنه و حقیقت تلخ رو میگه. اون گاوی که قربانی کردی مادر پسرت بود و این گوساله هم خود پسرته. خب دختر چوپان برای باطل کردن این جادو پول و ثروت نمیخواد. اون دنبال یه چیز دیگه است. 2 شرط میذاره. اول این که با پسری که نجاتش میده ازدواج کنه. دوم این که اجازه داشته باشه اون زن جادوگر رو طلسم کنه. یه جورایی بهای آزادی اجرای عدالته. و بعد لحظه جادویی فرا میرسه. دختر چوپان یکم آب برمیداره، یه وردی زیر لب میخونه و آب رو به گوساله میپاشه. گوساله یه لرزشی میکنه و دوباره تبدیل به همون پسر جوون میشه. تصور کنید اون لحظه رو. دیدار دوباره پدر و پسر بعد از 1 سال. چقدر اشک و شادی. خب پس تکلیف اون زن خیانتکار چی میشه؟ دختر چوپان اون رو تبدیل به همین غزالی میکنه که الان همراه پیرمرده. پس این غزال در واقع همون همسر جادوگر و دخترعموی پیرمرده. و حالا پیرمرد با این غزال سر به بیابون گذاشته و دنبال پسرش میگرده که راهی سفر هند شده. داستان پیرمرد اینجا تموم میشه. همه جا ساکت میشه. همه از جمله بازرگان بیچاره به دهر دیو چشم دوختن. آیا این قصه تونست نظرش رو جلب کنه؟ آیا به اندازه عجیب بود که بشه باهاش جون یه آدم رو خرید؟ و بله، دیو حسابی تحت تأثیر قرار گرفته. سرش رو تکون میده و میگه داستانت واقعا شگفت‌انگیز بود.
و سر قولش میمونه. 1/3 از خون بازرگان بخشیده شد. موفقیت بزرگیه. خب بازرگان یه نفس راحت میکشه، اما خطر هنوز کاملا رفع نشده. یادتون نره هنوز 2/3 از جونش گروگان دیوه. همه چیز به 2 تا داستان بعدی بستگی داره. فشار هنوز خیلی زیاده. و حالا نوبت پیرمرد دومه. اونم قدم جلو میذاره، ولی تنها نیست. 2 تا سگ سیاه هم همراهش هستن. ظاهرشون خیلی مرموزه. حالا نوبت قصه اونه که سرنوشت بازرگان رو مشخص کنه. و اینجا یه نکته تکون دهنده وجود داره. این 2 تا سگ حیوانات طلسم شده معمولی نیستن. اونا برادرهای خود پیرمردن. چطور ممکنه؟ چه اتفاقی افتاده که برادراش به این شکل در اومدن؟ خب این داستانیه که تو قسمت بعدی با هم میشنویم.